واگوام بچه ها، سعید هستم. به ویدیو جدید خیلی خوش اومدین. آقا امروز اومدیم که کدی بازی مردم رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که توی دادگاه، توی خیابون الکی کلی بازی در میارن، شر را میندازن، به مردم دعوا آره دیگه، میخوان دعوا را بندازن یا یه جوری مثلا صحنه سازی کنن که آره ما کتک خوردیم فلان شده، ولی غافل از این که ازشون داره فیلم برداری میشه. آره بریم و بیایم با هم این ویدیو رو داشته باشیم. فقط قبل از هر چیزی اینستا اینور یا اینور نمیدونم، بستگی داره ادیتور کجا حال کنه، میاد فالو کنید، اینجا رو هم ساب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که اولین نفر از ویدیو با خبر باشید. بریم و بیایم با هم این ویدیو رو داشته باشیم. زنی که به قاضی حمله میکنه، همه رو زیرنویس گذاشتیم بچه. یا خدا گرفتنش، ولی شانس آورد گرفتنش. میگیرن دیگه، یعنی دیگه صد اون همه پلیس و اینا مگه الکی تو وسط دادگاه بخواد بپری رو قاضی بگیری کتکش بزنی، صد میگیرن. دهنت هم سرویسه. 10 روز قرار بود بیفته بازداشتگاه، سر این چیزش 100% حکمش خیلی میره بالاتر. زنی که در دادگاه ادا و اطفاله. پشما فهمیدین چی شد؟ داره زیرنویسش توی دادگاه گوشی در آورده، داره از خودش فیلم میگیره. اینا من اینجا اذیت میکنم فلان میکنم، آخرش هم خودش رو انداخته روی زمین. خودش رو انداخته روی زمین که چیه؟ الان به حساب دارم کتک میخورم، دارم چی میشم. دهن تو سرویس، دهن تو سرویس. مردی که خودش وکیل خودش شده در دادگاه ماریجوانا میکشه. او راست میگه، قاضی راست میگه. تو ببینش قانون گذار. این چرا پس نمیکشه؟ نوشته میکشه. آره ما میتونیم. آها اینجاه داره. دهن تو سرویس. خیلی چیز میخواد، چی بهشون جیگر میخواد که وسط دادگاه روشن کنی بزن. دهن تو سرویس. این خانم که در ویدیو هست به مستاجر حمله میکنه و خوشبختانه فیلم رو ضبط شده و آبخونک باید بخوره، یعنی میفته زندان دیگه. به مستاجر خودش حمله کرده. What? You can't park your car here, ma'am. Are you blind? Ma'am, عجب move your car. بیشرفیه. عجب نباید بخندم به این ویدیو، واقعا نباید بخندم. عجب بیشرفی بود مرده. فکر کن یارو رفت، یه زنه رفته توی درخت، ماشین شوخ رفته رفته بعد مردم اومده میگه اینجا نه ماشینتو پارک کنی. راستی بچه موهام چطور شد؟ سری پیش خیلی شلخته بود، گفتم میرم کوتاه میکنم، دیگه رفتم اینجوری مایک تایسونی زدم. چطور شده؟ آیسانی هم بکنم جدیدن بهش میگن اگه اشتباه نکنم. چطور شده؟ نظر بدین توی کامنت ها بنویسید این مدل مو یا وقتی موهام بلند بود. آره بذارید کامنت بذارید، نامردی نکنید. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. ببین این چیه داستانش؟ چیه بگش من؟ Sir, this is private property. شو عم اللي مكاني
So what? وليد خلاص امشي بتخوف. Hey. This is a, do you have a permit to be here? It's none of your damn business. راست میگم تو ربطی Step نداره. away from my car. Sir, Step away from my car. sir, my American tax dollars pay for this permit. It's a private lake. Y'all don't look like you're supposed to be here. I'm more American like you. You look like European. Where do you come from? Poland? Sir, hold down this You come window. from Poland or I have no Russia, choice huh? but to call the police. My tax is more than your whole salary. Get out of here. Sir, No, don't serve me. sir. Hey, don't you dare touch my car. Just go. Don't you dare, huh? You're lucky I got my... پشمام. دکتر زنگ بزن. پشمام. دیدی؟ خب از میگه اومده میگه که اینجا یه پارکینگ چیه، نباید اینجا ماشین رو پارک کنی فلان اینا. خب به تو چه ربطی داره؟ اسکو. بعد الکی دستشو گرفت. آره تو منو فلان کردی. زنگ زد پلیس. خب به چوب حواسش نبود داره از داخل ماشین ازش فیلم میگیره. دهنتو سرویس. نگاه کدی بازی که میگم این بود. اون قشنگ کدی بازیه مال این بود. خب چرا؟ به چه علت؟ دهنتو چرا علکی دنبال اون زدش؟ به چه علت؟ اینو نفهمید، درک نکرد. مرد ماشین تو میاد پارک کنه یه دیوونه حمله میکنه بهش. پشم. فقط دوبله ادیتور. عشق منی. اینکه تو سوسول هستی نمیگه، دیما مؤدبانه شده بشه. تو ماشینه رو درخت‌ها رو انداخت. عجب بی‌ناموسیه، خیلی بی‌ناموس. پرید داخل مغازه طرف. یا خدا، مستی چیزی باید باشه این یارو، یا باید هایی باشه. حالا نمیتونم اسمشو بگم بخاطر یوتیوب، باید هایی باشه 100%. روی چیزی هستی. اینا کدوم کسخلی میاد اینجوری به پره به مردا پاچه بگیره؟ چرا؟ عجب بیشرفیه طرف. به همه این باید روی چیزی باشه. سوبر نیست. صد سوبر نیست. پشما. And I got you on video من that دارم you're destroying my ماشین car. من خراب کرد. Out of this neighborhood. I'm calling, don't worry. یا قرآن. My neighbor has $2 million in her goddamn hand. پیرزنه فازش چی بود ناموسه؟ چرا اینجوری کرد؟ What the fuck؟ چرا؟ دیدی چه با چکش کنید؟ حاجی واسه یه ماشین باز هیچ موقع این ویدیو آدم اعصابش خورد میشه. What are you doing? دارش کن. دارم چرا؟ You can't just come into my yard and take down my Yes, I Christmas can. lights. I'm president of the HOA and I can do whatever I want. And I confiscated. What are you doing? Okay. زنه جلوشون. Yep, no more fish. Bye. See ya. این ماهیگیریه رو من قضیهش رو نفهمیدم.
شماها اگه فهمیدید لطفاً تو کامنت ها واسم بنویسید چی بود قضیه ماهیگیری. من نفهمیدم، مثلا درکش نکردم، اصلا درک نکردم. And what's wrong with you, ma'am? What's your problem? Get off your fucking phone. What's your problem? Get off. Get off. What? Don't touch me. Get off. Don't touch me. Get off your fucking Don't phone. touch me. بیا از ماشینت پیاده شو. خب چرا؟ Dumbass. You were holding it in your hand. You were on your phone. دفاع علکی وسط خیابون اومده و از ماشینت پیاده شو فلان. این باید قبلش یه چیزی داشته باشه که کلا همین 10 ثانیه فیلمو قبلش یه گویی خورده مرده 100%. اینو من مطمئنم، یعنی زنه علکی نمیپره بگیرتش، بگه منظورم علکی عصبی نمیشه. میدونی چی میگم؟ This woman went viral. She went to McDonald's and started complaining about her son's order being wrong. Excuse me, my baby asks for no pickles. Now I want my money back. These fries is cold. Oh my gosh. I apologize, man. I can do whatever the f*** I want. They call me Beast Betty. Oh, Beast Betty, if you name it. My son is hungry. He was a... خب غذا سرده، درست بگو عوضش کن یا هر چیز. اون چیز بازی ها چیه در میاری؟ من هر کاری دارم بخواد میکنم. هش از موتور پیاده Get off the trail. There are so many families on this trail. You are not supposed to be on here with motorists. Get off به the تو trail. چه؟ Get off the trail. No. Get off the This is a trail. به تو چه؟ فسکش موتوره دیگه داره میره. چه زن پتیاره است اسکول. راست میگه اینجا چه این قشنگ. نه حرفش حق بود، گفت باید واسی اینجا الان جای منه، من باید رچم ولی تپ رفت تو عصبانی تش با عصبانی. این فان بود. Look at this crazy girl, y'all. She gonna get us put out. اینجا چیکار میکنه؟ Get down. اسکول Michelle, مسکوله؟ get down. Get Michelle, get down. Michelle, get down. چیکار؟ I'm leaving you. Bye. I'm leaving. you. قشنگ داره I'm به leaving you. میوه Bye. تجاوز Get down. میکنه با Get این down. کارش. Michelle, get down. Get down. Get down. Michelle, get down. ماشی توی این اروپا و آمریکا هم اسکول مسکول و پلش زیاده، خیلی زیاده. تموم شد و واقعا من دیگه آخراش داشت اعصابم خورد میشد از اسکول بازی بعضیاشون، عصبانیت خیلی هاشون، مخصوصا اون مرده بیناموس که پرید داخل رستورانش و طرف دعوا رو انداخت. اون 100 عمرن اگه سوبر بود روی چیزی بود، حالا مس بود، روی جنسی بود، چیزی هر چی بود، عمرن اگه سوبر بود. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو با ما بودید. دوباره اینستا میاد اینجا یا اینجا، بازم ادیتور دیگه یهو جاشو عوض میکنه، کلا با من لجه. خب میاد فالو کنید، ساب کنید، اون زنگوله رو بزنید که اولین نفر از ویدیو با خبر بشید. و اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد توی کامنت ها بگید که پارت 2 پارت 3 یا هر مدل ویدیوی دیگه خواستین بگین که بسازیم. اینستا هم 10K و 800. یه کمک کنید، همت کنید بشه 11K. دمتون گرم. یه دونه باشید، نمونه باشید. تا ویدیوی بعدی، بیس.